سلام، ما اومدیم امروز با رکس لنا اومدیم بیرون جنگل. البته جنگل هم نیست ولی باز جنگله. اومدیم یکم پیاده روی کنیم، اینا میکن دور کنن، حالا هواشون عوض شه. همش تو خونه از محیط خونه اون برتر نرفتن. امروز گفتم تعطیلم از سر کار ببرمشون بیرون یکم دور کنن، حال کنن. دکس بابا شلو بابا نه لینا خانومه. اینقدر اذیتم میکنن دهن منو سرویس کردن. این مخصوصا این دهن منو صافیده. نگاه خدایا. بودویت آفرین. خب ما بریم تا کجا میتونیم دیگه پیش بریم. فعلا خدافظ.